سلام دوستان، من صدرام. امروز میخوام یک پروسه‌ای رو بهتون یاد بدم که تو کوتاه‌ترین زمان ممکن یه تغییر بزرگ تو زندگیتون شکل بده. میدونی چرا بیشتر آدما هیچ وقت به جایی که میخوان نمیرسن؟ چون فکر میکنن تغییر باید یه باره اتفاق بیفته. اما راز اصلی موفقیت فقط تو 5 دقیقه است. فکر کن اگه همین امروز فقط 5 دقیقه زودتر بیدار بشی، 5 دقیقه ورزش کنی یا 5 دقیقه کتاب بخونی، 1 سال بعد خودتو تو آینه نمیشناسی. موفقیت یه انفجار نیست، بلکه یه جرقه است. یه جرقه ای که همین الان باید بزنی و اون جرقه میتونه همین لحظه باشه. پس گوشی رو بذار کنار، یه نفس عمیق بکش و اولین 5 دقیقه تغییرت رو همین الان شروع کن. و یادت باشه آینده خودش ساخته نمیشه، آینده ساخته میشه با همین انتخابای کوچیک امروزه. آینده ساخته میشه با همین موفقیت‌های کوچیکی که امروز به دست میاری. درسته شاید توی موفقیت به دست بیاری که خیلی کوچیک باشه، بری امروز 5 دقیقه کتاب بخونی، 5 دقیقه ورزش کنی، ولی مطمئن باش اگه همین موفقیتت به صورت مداوم باشه و استمرار داشته باشه، مطمئن باش بعد 1 سال دیگه خودتو نمیشناسی، عوض میشی، تغییر میکنی. اگه این ویدیو یه جرقه تو دلت زد، پس سابسکرایب کن، چون اینجا همون جاییه که میتونی هر روز یه قدم بری جلوتر، میتونی تغییر رو واقعا تو خودت حس کنی. و در آخر تنها چیزی یا کسی که میتونه تو رو تغییر بده خودت. First things first, I'ma say all the